با سلام. در این قسمت از سری فیلم‌های آموزشی نرم افزار پیام‌گستر به تنظیمات ایمیل سرورهای SMTP می‌پردازیم. در نرم افزار پیام‌گستر می‌توان از دو اپراتور پورتال اول و SMTP برای ارسال ایمیل استفاده نمود. در صورتی که شما بخواهید در نرم افزار پیام‌گستر از طریق ایمیل‌های شرکتی، جیمیل و همچنین سایر سرویس دهنده‌ها ارسال و دریافت ایمیل نمایید، باید راهنمای تنظیمات مربوط به سرور SMTP ایمیل مورد نظر را در اختیار داشته باشید و آن را در نرم افزار تنظیم نمایید. برای ثبت تنظیمات سرورهای SMTP از نوار بالای نرم افزار پیام‌گستر، تنظیمات کلی و در نهایت ایمیل را انتخاب می‌نماییم. با انتخاب سرورهای SMTP، ایمیل‌های ثبت شده نمایش داده می‌شود و می‌توانیم خط ایمیل جدیدی را تعریف کنیم. برای افزودن ایمیل جدید بر روی دکمه اضافه کردن کلیک می‌کنیم. متدهای ارسال و دریافت ایمیل به دو دسته آیمپ و پاپتری تقسیم می‌شود. نرم افزار پیام‌گستر برای ارسال و دریافت ایمیل‌ها از روش پاپتری استفاده می‌نماید. اطلاعات اتصال به سرور ایمیل را بایستی از سرویس دهنده ایمیل خود دریافت نموده و در این صفحه ثبت نماییم. در صورتی که از سرویس‌های ایمیل رایگان مانند جیمیل، یاهو و یا موارد دیگر استفاده می‌نماییم، در قسمت تنظیمات و پشتیبانی هر کدام اطلاعات مربوطه موجود می‌باشد. همچنین در صورت نیاز می‌توان با جستجو به وسیله موتورهای جستجو از جمله گوگل این اطلاعات را به دست آورد. برای مثال می‌خواهیم جیمیل خود را ثبت نماییم. ابتدا با جستجو در گوگل اطلاعات SMTP را به دست می‌آوریم. تنظیمات SMTP برای ارسال و دریافت از طریق جیمیل را مشاهده می‌کنیم. آدرس سرور smtp.gmail.com، شماره پورت. برای جیمیل SSL را انتخاب نموده، سپس جهت دریافت ایمیل قابلیت دریافت را تیک می‌زنیم. آدرس سرور پاپتری pop.gmail.com، شماره پورت پاپتری 995. ایمیل، آدرس ایمیل خود را وارد می‌نماییم. نام ارسال کننده، نامی که می‌خواهیم به عنوان فرستنده ایمیل به دریافت کننده نمایش داده شود را وارد می‌نماییم. نیاز به ورود نام کاربری و کلمه عبور را تیک زده، سپس نام کاربری و رمز عبور را وارد می‌نماییم. جهت دسترسی به این خط، گزینه اشتراک با سایر کاربران و یا فقط نام کاربری خاصی را انتخاب می‌نماییم. برای فعال شدن خط، گزینه فعال را تیک می‌زنیم. با استفاده از گزینه حذف خودکار ایمیل‌های قدیمی و تعیین تعداد روز، پس از تعداد روز تعیین شده ایمیل‌ها به طور خودکار از نرم افزار پیام‌گستر حذف می‌شوند. در انتها بر روی کلید ذخیره کلیک می‌نماییم. همانطور که مشاهده می‌کنیم ایمیل در این صفحه افزوده شده است. برای دسترسی به ایمیل تنظیم شده، از سمت راست نرم افزار بر روی ارتباطات کلیک و سپس صندوق پست الکترونیکی من را انتخاب می‌نماییم. در سمت راست این صفحه ایمیل هایی که به آنها دسترسی داریم نمایش داده می‌شود و می‌توانیم به اینباکس و سنت هر کدام دسترسی داشته باشیم. لیست ایمیل ها در وسط صفحه قرار دارد. در بالای صفحه با انتخاب دکمه کامپوز می‌توانیم ایمیل جدیدی را بنویسیم و ارسال کنیم. با کلیک راست بر روی هر ایمیل می توانیم به گزینه‌های ریپلای، فوروارد، حذف و مشاهده مخاطب مورد نظر دسترسی داشته باشیم. در مورد مشاهده مخاطب مورد نظر این نکته را در نظر داشته باشید که این آدرس ایمیل باید در قسمت ایمیل یک مخاطب درج شده باشد تا بتوانید از این گزینه استفاده نمایید. همچنین در این حالت ایمیل ارسالی و دریافتی در قسمت سوابق یک مخاطب نمایش داده می شود.
برای ارسال ایمیل از نوار ابزار بالای صفحه مخاطب بر روی دکمه ارسال ایمیل کلیک و سپس ایمیل خود را به این مخاطب ارسال می‌نماییم. دکمه شورتکات ارسال ایمیل در صفحه خانه سریع‌ترین راه دسترسی به صفحه ارسال ایمیل میباشد. در آموزش‌های بعدی منتظر ما باشید.